یا سطح خارجی بدن رو بپوشونه یا سطح داخلی حفرات بدن رو بپوشونه. اسلایدی که داریم می‌بینید مربوط به کورتکس کلی است. یک سری نمای توپ توپی با هم می‌بینید در اینجا. این نماهای توپ توپی که می‌بینید بچه‌ها جسمک‌های کلیویه که بخش شریانچی آوران و باوران و گلومرول ما داخل این جسمک‌های کلیوی ما قرار گرفته. بیایم بزرگنما رو با هم بزرگتر کنیم. اینها جسمک‌های کلیوی ما هستند و اینها لوله‌هایی که داخل فضای کلی ما وجود دارند. داخل تئوری به شما قشنگ تدریس میشه که چجوری تشخیص بدیم کدوم اینا لوله‌های دورن و کدوم لوله‌های پیچ‌خورده نزدیکن، ولی این تو بافت اختصاصی شماست. چیزی که ما می‌خوایم الان با هم بررسی کنیم سلول‌های بافت اپیتلیالی. بچه‌ها این قسمت وقتی فیلتراسیون صورت میگیره ماده‌ای از جریان خون خارج میشه که در ادامه قراره به ادرار تبدیل بشه. اگر این ماده هایپرتونیک ما با باقی سلول‌ها در تماس باشن باعث مرگ و آپوپتوز اونا میشن. برای اینکه این اتفاق نیفته قسمت خارجی این دیواره پوشیده شده توسط بافت اپیتلیالی. بذاریم بزرگترش کنیم. اول همیشه میاریم وسط فیلدمون اون قسمتی که میخوایم بزرگتر کنیم و بعد لنزمون رو یک عدد به سمت بچه‌ها این هسته ها، این سلول های نازکی که اینجا میبینید در یک لایه قرار دارن. میگفتیم بافتی که توی یک لایه باشه مطبقه یا ساده است؟ ساده است. بچه‌ها شکل سلول ما چه شکلیه؟ تخت طول و عرضش یکسانه یا کشیده است؟ تخته. این بچه‌ها این چجوریه؟ تخته. کدوم اپیتلیوم تخت بود؟ آفرین. پس سنگ فرشی ساده است. بچه‌ها یک نکته که هستش اینه که ما داخل میکروسکوپ نوری نمیتونیم محتویات سیتوپلاسممون رو ببینیم. در نتیجه ما خیلی از اوقات برای اینکه اظهار نظر کنیم که چه نوع سلولیه باید به دیدن شکل هستمون کفایت کنیم. این هسته یک هسته کشیده است، سلول ارتفاع نداره، در نتیجه این سلول یک سنگ فرشیه و با توجه به اینکه یک لایه از سنگ فرشیه ساده است. خب گفتم که در طرفین ما یک سری لوله می‌بینیم، لوله‌های پیچ‌خورده دور و نزدیک. این یک لوله بچه‌ها، این یک لوله. بچه‌ها این لوله با توجه به شکل هستش که گرده و طول و عرض سلول که یکی هن، به نظرتون پوششش چه نوع سلولیه؟ خب چند لایه است بچه‌ها؟ مکعبیه؟ تموم شد داره. سوال چی؟ بچه‌ها این سلول ها با توجه به فعالیت سیتوپلاسمی خودشون که دارن، هرچی فعالیت سیتوپلاسمی سلول بیشتر باشه نیاز به پروتئین‌های بیشتری داره. پروتئین نیاز به رونویسی داره. وقتی هسته خیلی متراکم باشه، اصطلاحاً هتروکروماتین باشه، نمیتونه رونویسی کنه که بعد ازش پروتئین تولید بشه. این نمای روشنی که می‌بینید یعنی هسته سلول ما یک هسته فعاله، کروماتینش بازه که بتونیم ازش رونویسی کنیم و پروتئین بسازیم. اوکی؟ این سوراخ نیستش، این نمای کروماتین ماست که باز شده. و حالا اون قسمتی که متراکم تره و تیره تر دیده میشه اون هسته سلول.